روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهای 24 اوگوست را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ تماشا دارید. در 10 دقیقه بعدی درباره احتمال تمدید عملیات کوچانیدن مردم از فرودگاه کابل، نگرانی‌ها از ورود افراطگراهای اسلامی به منطقه آسیای مرکزی، کمبود مهاجران که نرخ زحمت آنها را در روسیه بالا برده است و صدمه اتومبیلی در شهر قزان خبر می‌دهیم که از آن ورزشگری تاجیک چهارشنبی‌اف جان به سلامت برده است. امروز رهبران 7 کشور صنعتی عالم معروف با نام هفتگانه بزرگ ملاقات اضطراری برگزار نموده در آن بیرون برآوردن خارجیان و افغان‌های به اصطلاح مواجه با خطر بعد اشغال کابل از طرف طالبان را بررسی می‌کنند. عملیات کوچانیدن هزارها نفر از فرودگاه کابل یک هفته این جانب ادامه دارد. پیش بینی می شود که امروز رهبران ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، کانادا و ژاپن امکان تمدید این عملیات را بحث کنند. قبلا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفته بود که 31 اوگوست نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان بیرون می شوند. شاید در این ملاقات رهبران هفتگانه بزرگ هماهنگی در معامله با طالبان و اعتراف یا خودداری از اعتراف مأموریت طالبان را بررسی کنند. افغانستان به یاری‌های بین المللی احتیاج دارد. اعتراف رسمی مأموریت طالبان به آنها امکان می‌دهد که به کمک‌های بیشتری بین المللی دسترسی پیدا کنند. در ملاقات رهبران هفتگانه بزرگ همچنان یاری به افغانستان و همسایه کشورهای آن که شاید با موج پناهندگان مواجه شوند ارزیابی می‌شود. دیروز ملاقات مجازی و یا آنلاینی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی بخشیده به وضع افغانستان دایر شد. ملاقات رهبران ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان را پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رهبری دوری این سازمان را بر دوش دارد میزبانی نمود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تاکید کرد که نباید افراطگراهای اسلامی به منطقه راه یابند. به قبل پوتین همچنان جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانی خیلی مهم است. حاضرین از حضور گروه دهشت افکن دولت اسلامی در افغانستان نگران بودند. رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی به موافقت رسیدند که در مسئله افغانستان از اقدام‌های مشترک و هماهنگ شده کار گیرند. پیمان ملی تاجیکستان، سازمانی وابسته به مخالفین تاجیک در خارجه که فعالیتش در کشور منع میباشد، از وضع سیاسی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اظهارات سازمان 22 اوگوست پس از یک هفته اشغال کابل از طرف طالبان نشر شد. در آن امنیت و ثبات در کشور همسایه تاجیکستان را برای دولت‌های منطقه مهم دانستند. در اظهارات پیمان ملی تاجیکستان که از انجمن آزاد اندیشانی تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اسوسیاسیون مهاجرین آسیای مرکزی و حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی عبارت است، به ایجاد یک حکومت شامل همه گروه‌ها و قوم‌ها و پایان هرچی زودتر خلای حاکمیتی امیدواری شده است. پیمان ملی تاجیکستان در بیانیه‌اش میگوید در دوام 20 سال گذشته ملت شریف و برادر افغان در مسائل به مثل آزادی بیان، تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان دستاوردهای مهمی داشته است. حفظ این دستاوردها در آینده برای تأمین صلح و ثبات در این کشور و همه منطقه مهم است. هفته گذشته حزب دموکراتی تاجیکستان با نشر یک بیانیه از ضبط شدن حکومت در افغانستان از طرف طالبان ابراز نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه طالبان یک گروه خرابکار عنوان شده از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خواسته شد برای پناهندگان افغان ویزا و اسناد دیگر را رایگان تأمین کند. بنابر کمبود مهاجران مهنتی در روسیه، نرخ خدمات کارمندانی که به مهنت جسمانی مشغولند بالا رفته است. پایگاه خبری اربکا با تکیه به معلومات سامانه جستجوی کار با نام هد هانتر نوشته است: رقابت برای یک جای کاری تا 1-2 نفر پایین آمده است. در گذشته برای یک جای کار تا 5 نفر داوطلب بوده است.
با گفته کارشناسان حالا کمبود نیروی کاری در ساحه خواجگی کمونالی، ساختمان و کشاورزی به نظر می رسد. شرکت‌های فروش محصولات خوراکواری، آشخانه‌ها و خدمات معیشی نیز به کمبود کارگر دچار شده‌اند. الکساندر لاماکین، معاون وزیر ساختمان روسیه گفته بود که در ساختمان‌های این کشور 3 میلیون کارگر نمی‌رسد. 23 آگوست سال 2021 واخوری مجازی معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان فرهاد سلیم با وزیر دولتی عاید به کشورهای آسیای جنوبی و اتحاد پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلندی شمالی لورد احمد ویمبلدون برگزار گردید. ضمن ملاقات همصحبت‌ها اطراف مسائل امنیت منطقوی و وضع کنونی در افغانستان مبادله افکار نموده. وزیر دولتی لورد احمد بار دیگر آمادگی کشورش را برای دستگیری کشورهای آسیای مرکزی در تأمین امنیت منطقوی تاکید کرد. و در آستانه آغاز سال نو تحصیل سفیر تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده از مکتب تاجیکی ناحیه انگرین دیدن کرده است. دفتر مطبوعاتی سفارت روز 23 آگوست اطلاع داد که رحمانزاده از مکتب رقم 17 انگرین زیارت کرده با آموزگاران این مکتب ملاقات داشته است. در مکتب یاد شده 1475 نفر خواننده مقیم شهر انگرین تحصیل می کند. سال گذشته 58 ختم کننده این مکتب به دانشگاه‌های عالی تاجیکستان و ازبکستان شامل شده است. عبدالرازق، سراینده ترانه‌های مردمی و بلاگر معروف تاجیک، صاحب ویزای طلایی امارات متحده عرب شده است. چنین نوع ویزا روز دوشنبه 23 آگوست در شهر ابوظبی به او تقدیم شد. در این باره سامانه نشنال نیوز خبر داده است. من از خانواده امیر که مرا سرپرستی کردند، از سرپرستم و حکومت شهر ابوظبی و تیم آنها که خیلی سخت کار کردند سپاسگزارم. من از چنین شرفی بزرگ هیجان زده هستم و از هر دو کشور امارات متحده عرب و تاجیکستان افتخار میکنم، گفته است عبدالرازق. گفته می شود عبدالرازق نخستین شهروند تاجیکستان که صاحب ویزای طلایی از امارات متحده عرب شد. این ویزا به او امکان می‌دهد که بدون محدودیت به این کشور سفر کند. عبدالرازق 18 ساله از بلاگران معروف در تاجیکستان است. صفحه‌اش در اینستاگرام 1,200,000 پیرو دارد. ما هفته گذشته خبر داده بودیم که عبدالرازق برای سیاحت به امارات متحده عرب سفر کرده، در آنجا برای افتتاح یک مسابقه بین المللی مشت‌زن‌های نورس آسیا دعوت شد و سپس در افتتاح این مسابقه سهم گرفت. در شبکه‌های اجتماعی خبر پخش شده است که روز 22 آگوست در شهر قزان روسیه ورزشگری تاجیک چهارشنبه‌یف سوار ماشین با صدمه مواجه شده است. چهارشنبه‌یف که در یک حربه آمیخته و یا MMA با لقب گرگ پامیری مشهور می باشد، به پلیس گفته است که ماشین دیگر راه او را برید و او مجبور شد برای جلوگیری از برخورد از راه بیرون شود. ماشین چهارشنبه‌یف به ستون برخورد ولی او جان به سلامت برده است. نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت مختار کوهستان بدخشان جسد ساکن 17 ساله شهر خاروغ را از دریای پنج بیرون برآوردند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 23 آگوست گفت ساکن دهه برچید جماعت دهات پرشنیو ناحیه شغنان به نقطه نوبتداری کمیته درباره جسد خبر داد. پس از این نجات بخشان و غواصان حاضر شده جسد را از دریا بیرون آورده به پیوندانش سپردند. نجات بخشان یک روز پیش 22 آگوست هم از دریای خینگاو در ناحیه سنگوار جسد ساکن 29 ساله ناحیه خاولینگ را که هنگام آببازی غرق شده است از دریا بیرون آوردند. بنا به معلومات کمیته حالتهای فوق‌العاده طول 6 ماه سال جاری بر اثر رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام آببازی در آبانبان‌های کشور 69 نفر هلاک شده است. حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 24 آگوست بانک ملی $1 ایالات متحده آمریکا را 11 سومانی و 33 درم، 1 یورو را 13 سومانی و 30 درم و 1000 روبل روسی را 152 سومانی و 50 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان می‌رسد.
خدا حافظ شما.